درود بینندگان عزیز و ارجمند. خوشبختانه امروزها در 5 ولایت جمهوری همان در دانشگاه دولتی فاکولته فیلولوژی تاجیک و گروه‌های تاجیکی فعالیت می‌برند. دانشجویان در شعبه‌های روزانه، شبانه و غایبانه تحصیل می‌گیرند. ما به دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشید تشریف آوردیم. در فاکولته فیلولوژی همگی 2022 نفر دانشجو تحصیل می‌کنند. از آنها در شعبه فیلولوژی و آموزش زبان‌ها زبان تاجیکی در شعبه روزانه در کورس‌های یکم، دوم، سوم، چهارم که همگی 6 تا گروه موجود است. در آنها 142 نفر دانشجو در شعبه شبانه باشد 2 کورس موجود است، یعنی 2 گروه موجود بوده. در آنها 37 نفر دانشجو و جمع در شعبه فیلولوژی و آموزش زبان‌ها زبان تاجیکی هم روزانه و هم شبانه جمع 179 نفر دانشجو تحصیل می‌گیرند که با آنها استادان ارجمند کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه اسرار علمی آموزند. عموما در فاکولته دانشجویان بالیاقت یعنی در شعبه تاجیکی فعالیت نشان می‌دهند و تحصیل علم می‌گیرند که آنها یکی از آنها نامبر کردن ممکن است که ذکرالله زبیدالله هم با نشر نمودن کتاب خود یعنی اشعار خود که در سال 2023 روی چاپ را دید و دانشجوی دیگری را نیز نامبر کردن ممکن است که در سال خوانش 2023 و 24 صاحب استیپندیی نوایی شد که آن دانشجوی کورس سیوم نهال جان و نوبهار می باشد. با مقصد تعلیم اجرای زینه به زینه وظیفه‌هایی که در کنسپسی رشد ساختار تعلیم عالی جمهوریت ازبکستان تا سال 2030 مقرر گردیدند، اینچنین رشد علمی، تکنولوژی و اجتماعی دانشگاه دولتی سمرقند، باز آموزی کادرهای علمی و پداگوژی رقابت پذیر، به سطح مؤسسه تعلیم عالی فلاگمانی برآوردن دانشگاه قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 13 ژانویه سال 2021 درباره چاره‌های علاوه‌ای برای تکمیل فعالیت دانشگاه دولتی سمرقند امضا گردیده بود. در ترکیب دانشگاه، شعبه و دانشکده نو تأسیس گردید. این همه برای بهبودی دانش خدمت خواهد کرد. کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجی امروز در هیئت 18 نفر پروفسوران و معلمان فعالیت دارند. صلاحیت علمی کافدره 82% را تشکیل می‌کند. اکثریت استادان کافدره را جوانان تشکیل می‌کنند. شکر خدا که امروز در کافدره ما 3 دکتر فن پروفسورها و 12 نفر PhD نامزدی فنها فعالیت دارند. کافدره امروز در حالت علاهیده فعالیت دارد، اما سابقاً کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه سال 1956 تشکیل شده است. ریشه این کافدره را همون کافدره تشکیل می‌کند. این بعد کافدره در 3 بخش، کافدره زبانی تاجیک، کافدره ادبیات تاجیک و کافدره زبان‌های شرق خارجی فعالیت داشت. در سالهای 90 و 2000 همین خیلی بود. اما بعداً از آن که کافدره ها یک جا کرده شدند و شماره دانشجویان کم شد، امروزها در حالت یک کافدره فعالیت دارد. اما همون 3 بخش ازلی کافدره به دانشجویان تدریس داده می شود. کافدره برای تمام مؤسسه‌های تعلیم عالی ریسپوبلیکا کافدره تکیوی بازوی حساب می شود، چون که ما برای دانشگاه دولتی ترمیز، برای دانشگاه دولتی فرغانه، برای دانشگاه چرچیق، برای دانشگاه دولتی بخارا استانداردهای دولتی تعلیم، دستورهای تعلیمی، سیلابوس ها، دستورهای کاری تیار کرده می‌دهیم. کافدره از نقطه نظر علمی صلاحیت پرقوت دارد. امروز استادان کافدره برای دانشجویان کتاب‌های درسی، وسایط تعلیمی و وسایط اسلوبی آماده می‌سازند. از فن‌هایی که در این کافدره درس داده می‌شود، قریب از روی همه فن‌ها دستورهای تعلیمی و کتاب‌های درسی موجود است و ذمه اساسی استادان کافدره من بعد نیست به همین چیز روانه کرده شده است که از روی تمام فن‌هایی که در نقشه تعلیمی هست برای دانشجویان ما در شرایط کنونی ازبکستان کتاب‌های درسی تیار کردن.
امروز ما با دانشگاه‌های خارجی علاقه داریم و مقصد اساسی کافدره بلند برداشتن صلاحیت علمی کافدره است. ما امید داریم که در سالهای نزدیک این صلاحیت به ما میسر میشود. دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف یکی از بانفوذترین مسکن‌های تعلیم عالی جمهوریتمان به حساب می رود. در طول 97 سال فعالیت در این درگاه علم و معرفت هزارها صاحبان دانش تعلیم و تربیت گرفته به کمال رسیدند. اکثر عالمان نامدار وطنمان عیناً در این مسکن صاحب عنوان‌های علمی گشتند. یکی از چنین عالمان ورزیده، انسانی با معرفت و صاحب اقتدار، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور فخری دانشگاه دولتی سمرقند صدری صدیف می باشد. از 30 سال گذشت که من در همینجا در کافدره زبان و ادبیات تاجیکی کار میکنم. بهترین دوره کمالات من در همینجا گذشت. من خیلی خرسندم که فعالیت من در این کافدره اوج گرفت با کامیابی‌های علمی، اینچنین تعلیمی هم نائل شدم. به شاگردان علم خود را تلقین کردم، شاگردان به وایه رساندم و موفق شدم که کافدره از جهت علمی پیش رود. بسیار کتاب‌های ارزشمندی علمیه، بعضا تعلیمی را هم من در اینجا تالیف کردم. خیلی محنت کردم. من آخرین همون کتاب‌های تهیه کردگی من سخنوران سمرقند نزدیکی به از چاپ برآمد. در خود این سمرقند در تاشکند هم کتاب‌های من چاپ شده بود. یک کتابی من به زبان ازبکی دایر به سخنوران سمرقند در عرفه چاپ است. داشته من پر اوج کار کردم. در دانشگاه عالمان نامی و دانشجویان درس علم و ادب را در درجه عالی میبرند. مناسبت‌های استاد و شاگرد به حکم عنعنه درآمده است. از اینجاست که شاگردان صاحب استعداد الکی در راه علم و ایجاد پیروز گشتند. افزون غزلیات عبدالرحمن جامی، اولین کتاب علمی کمینه، هدیه خردکک برای ادبیات شناسان، نظم شناسان به حساب می رود. ما در این کتاب آیید 250 مطلع غزلیات عبدالرحمن جامی از جهت وزن کارهای علمی بردیم و پس از پژوهش علمی از آثار عبدالرحمن جامی معلوم گردید که عبدالرحمن جامی در 18 نوع 8 بحر غزلیات انشا کرده بودند و ما تنها در این کتاب آیید 250 مطلع معلومات آوردیم. شما می توانید توسط این کتاب آیید علمی عروض، وزنهای مطلع‌های غزلیات عبدالرحمن جامی معلومات گیرید. من به سبب عبدالرحمن جامی را انتخاب ننمودم. از خردسالی وقتی که در مکتب ابتدایی تحصیل می گرفتم، استاد اولین من، استادی که اولین بار به من خامه دادند، به دستانم قلم نهاده حرفها را آموختند، استاد ملیکوف محمد شریف در درس‌های خانیش از آثار عبدالرحمن جامی به ما غزل‌ها قرائت کرده می‌دادند و از همان روزها در دل من مهر و محبت نسبت به این علامه بزرگ و آثار این کس خیلی افزود و در نزد خود مقصد گذاشتم که در آینده اولین کار علمی خودم را از عبدالرحمن جامی و آثار این کس آغاز می نمایم و این روز خیلی خوشحال هستم و گفتنی هستم که این سال برای من سال بهترین آمد، زیرا من به این مقصدم رسیدم و از این فرصتی خیلی برای مناسب استفاده برده گفتنی هستم. با تمام استادان عزیز
که در این راه به من کمک کردند. به محفل ادب زیر سرپرستی معلمه عزیز دلربان نظر و به این موفقیت رسیدم و منتداری مخصوص خود را به استادان به راهنمای من در این علمی عروض عبدالقیوم حسنزاد رسانیدنی هستم. واقعا با کمک ایشان امروز به مقصدم رسیدم. عزیزان، بسیار گفتنی هستم ولی میخواهم چیزی را بگویم. اکثریت علمی عروض را خیلی دشوار میدانند، ولی هر یک دشواری در آخر آسانی سهلی دارد. چنانه که نظامی گفته بود به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. برای همین به تمام جوانان، به تمام ادبیات شناسان، نظم شناسان گفتنی هستم که به علم عروض توجه ظاهر کنند تا که از آثار گذشتگان خود با خبر باشند. خدا را شاکر هستم که رشته تقدیر مرا با این شهر بزرگ و با این دانشگاه عظیم پیوست. زیرا وقتی شعرهای اولین را می نوشتم تنها نوشته های خام بود و خلاص. وقتی به این شهر بزرگ آمدم با استادان شعر، با استادان سخن شناسایی پیدا کردم و آنها درباره علم شعر و عموما علم ادبیات شناسی و زبان شناسی به من تحصیل و تدریس دادند. از جمله استادان بزرگ شاعر خواجه، شاعر خسرو سعدالله، اسدالله اسماعیل زاده، دلشاده فرهادزاد و تمام استادان کافدرا و فاکولته فیلولوژی تاجیک و فیلولوژیا به من در دوام تحصیل و تدریس بسیار دانش‌های لازمه را آموزاندند و نتیجه آن است که سال گذشته مجموعه نخستین خود را با نام دفتر دل به خوانندگان پیشکش نمودم. در این مجموعه یک چند شعرها، غزل، رباعیات و دو بیتی ها جایگزین است. در موضوعهای مهر وطن، مادر، عشق و تصویر طبیعت و زندگی جایگزین شده است. یکی از غزل‌هایی که در این مجموعه جایگیر است با شمایان پیشکش کرده هستم که در هوای غزلیات مولانا جلال الدین بلخی است. ای که تو امار منی، ناظر هر کار منی، گوی فقط یار منی، دلبر و دلدار منی. یار ز تو دور منم، موسی در طور منم، خار چو منصور منم، صاحب آن دار منی. ای ز همه دیده نهان، لیک بدل گشته عیان، بر همه غمهای جهان، یار تو غمخوار منی. ای تو بزرگ از همگان و از همه پیری و جوان، من بسپارم به تو جان، زان که تو جبار منی. عشق تو در جان و تنم، یوسف کنعانت منم، حاضر و غایب همدم در سر بازار منی. ای به دلم کرده مکان، عشق تو چون مایه جان، نام تو هم فخر زبان، خود چو وفادار منی. آن دو نفر دانشجو این یکی از نشانه های شاگردان ما هستند و این قبیل شاگردان در بین دانشجویان نام فیلولوژی تاجیک خیلی زیاد هستند که و ما امیدوار هستیم که آنها در آینده با کارهای علمی تحقیقاتی و با کارهای ایجادی شغل می‌ورزند و باز امید آن داریم که در آینده همین شعبه تاجیکی بغیر از شعبه های روزانه، شبانه، این چنین غایبانه نشأ و نما خواهد یافت. کتاب سخنوران سمرقند. در این تذکره پژوهش از منبع‌های ادبی تعداد زیاد شاعران و نویسندگان سمرقند فراهم آورده شدند که از دوران قدیم پیدایش ادبیات فارسی تاجیکی تا ابتدای قرن 20 در محیط ادبی سمرقند زندگی و ایجاد کردند. برایم فخر و افتخار بود صحبت با عالم نامی و با دستخط مؤلف به کتاب صاحب گشتن. زنده باشد استاد سخن. شوقی سفر نداشتی، وصف گذر نداشتی،
من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی توی قلبم، یاد تو جا گذاشتی، روی تمومی حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. بی تو کدوم ستاره پا می شوم نظاره، ابری کدوم آسمون متشنگیم دباره. به تو چی مونده با من جز صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی. سایه به سایه هر طرف کی بودم، هم سفرم بودی خبر نداشتی. بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی. سایه به سایه هر طرف که بودم، هم سفرم بودی خبر نداشتی. ندی ها ندیدی، بالی سفر نداشتم. گفتی رها شو اما من دیگه پر نداشتم. کوه غم و کشونم ایدی یا بر نداشتی. من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوقی سفر نداشتی، وصفی گذر نداشتی. من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی توی قلبم، یاد تو جا گذاشتی، روی تمامی حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.